رازها یکی یکی از سایه بیرون می آیند و حقیقت چهره متفاوت از آنچه تصور می شد به خود می گیرند. درامی خانوادگی و عاشقانه از یک خانواده رو به نابودی از یاد رفته. در اینجا می بینیم که شهاب سر قبر پدرش میره، قبری که سالها از اون خبر نداشته، و پدر بزرگش رو می بینه که سر قبر پسرش نشسته. شهاب بسیار ناراحت و پرتنشه. در سکانس بعدی اون به پدر بزرگش میگه چرا سالها قبل پدرم از من مخفی کردی؟ اینجا رو مال خودت کردی. من رفتم پیش ادیبی و حرفامو باهاش زدم. پریسا میگه خوش به حالت، برات خوشحالم. ولی پریسا قهر میکنه و از پیش شهاب میره. پریسا از دست اون خیلی ناراحته. شهاب توی خیابون جلوی پریسا رو میگیره و بهش میگه من ترسیده بودم و من عاشقتم. پریسا از دست اون ناراحته و بهش محل نمیذاره. فردای اون روز شهاب دم شرکت پریسا میره و از اون میخواد که باهاش به جایی بره. شهاب پریسا رو به یک سینمای قدیمی که محل کار جدیدشه میبره. اونجا براش نوشابه میگیره و انیمیشنی که پریسا عاشقشه براش میذاره، انیمیشن شهر ارواح. شهاب و پریسا عاشقانه دیگه با هم دارن و از عشق و خاطراتشون با هم دیگه حرف میزنن. پریسا میگه نمیتونم تو رو ببخشم و این کار سختیه. در سکانس بعدی میبینیم که شهاب و بهزاد سر اون معامله و مخفی کردن اجناس قاچاق با همکارشون صحبت میکنن. بهزاد در صدده تا همه مشکلات و تقصیرها رو به گردن آرش بندازه و خودش فلنگو ببنده. از اون طرف میبینیم که بهزاد و آرش در صدده بستن قرارداد با شرکتی هستن که اونها رو از زمین بلند میکنه و به قول خودشون پولدار میشن. آرش خیلی ناراحت میشه. سیاستی که هست چیکار کنه؟ قراردادو میبندن و این معامله رو به نفع خودشون میکنن. از اون طرف میبینیم که بهزاد سراغ دختر ادیبی میره و میگه بیا با هم یک تیم بشیم، چون خواهر و برادرات یک تیم شدن و میخوان مال اموال پدرتو بالا بکشن. دختر ادیبی که شک میکنه میگه حالا چی کار کنیم؟ بهزاد میگه با من باش تا برات راپورت بیارم. از اون طرف میبینیم که مادر شهاب که تازه قبر شوهرش رو پیدا کرده سر قبر شوهرش میره و خیلی گریه میکنه. پریسا که عاشق شهاب شده به پیش اون میره. وقتی خوابه ازش عکس میگیره و میگه برات غذا آوردم. شهاب بیدار میشه و بهش میگه مگه این کارها رو بلدی؟ پریسا میگه آره، حالا که شرکت نمیرم حوصله‌ام سر میره و نمیدونم که چی کار کنم. تهدید میکنه از اون طرف 5 میلیارد بهم پول ندی داستانتو به همه لو میدم. ادیبی بزرگ اون به سینمای شهاب میره و از رازهای مخفی که براش نگفته میگه. اون میگه که تو اشتباه میکنی و همه صحبتهای مادرت نیست. رازهای منم باید بشنوی. شهاب به فکر فرو میره. ادیبی بزرگ میگه میخوام ارث و میراثم رو تقسیم کنم. اگه میخوای بیا. به نظر شما آخر این داستان چی میشه؟